اختراع نوبتی سابقه‌دار نومان حسنوف تجهیزات نفس‌دهی صنعی است. چند پیش اختراعکار دستگاه اسپن دودکنی را ساخته بود. طرز کار برای آن در یک نواری اطلاعاتی برنامه خبر نمایش داده بودیم. متاسفانه توجه به آن کم ظاهر گردید. نومان حسنوف با این راه افتاده نگردیده تجهیزات نو به نو را اختراع می‌کند. ضمن صحبت افزود که امروز دستگاه EVL یعنی تجهیزات صنعی نفس‌دهنده که در جهان نرخ گران دارد اختراع نموده است. اختراعکار از قسم‌های کامپیوتر و دستگاه معتدل نگاه دارنده برق یعنی استابیلیزاتور و یکچند لوازمات‌های دیگر را استفاده کرده تجهیزات نفس‌دهی صنعی را ساخت. برای آنکه آدمی که کسری کرونا ویروس می‌شود با هوا احتیاج دارد. هوا برای نفسش کم می‌آید. برای همون این تجهیزاتی که به نام EVL هست و عبارت روسی این همین چیزی است که امروز ما شما نشان داده شدیم. این عبارت از کمپرسور، شلانگ، قوه برق تامین دهنده. این ماسکی که نقابی که با روی نفسی آدم بیمار پوشانده می‌شود. تجهیزات برق دهنده قوه برق را از 220 ولت به 12 ولت پایان می‌فرارد و این حالت بی خطری را تضمین می‌کند. کار دستگاه نفس‌دهی توسط شم سنجیده شد. مشاهده‌ها نشان داد که تجهیزات خوب کار می‌کند و برای آدمانی که گرفتار بیماری‌های راه نفس می‌باشند کمک نمودنش ممکن است. از همین خاطر من فکر کرده اول موندم یک تا کمپرسور موندم. یک کمپرسور قوی کفایه نکرد. بعد بالای دو تا دیگر موندم. سه موندم. بعد اینجا فیلتر موندم که برای اون چیزی کلان داخل شود گفتم. همین چیز پرینسیپی کار این از همون توربینه ها وابسته است. توربینه هایی که در سامالیات ها ما میبینیم همیشه کار میکند که هوا رو کمپرسور یکم لپات که یکم دویم میتید دویم سایم میتید بعد سوزش میشه. برای همون هوا اینجا فشار به طور کافی است. همین آدم خورفتگی این به طریقی که مبیلی است همون نزدیک جای خوابش برده مانده به واسطه آواز کشیدنش نفس کشیدنش ممکن. تجهیزات نفس صنعی را نومان حسنوف دوام 3 روز ساخته است. برای این اختراعاتش مبلغ صرف نکرده است. تنها از آن لوازمات‌هایی که در خانه‌اش بود استفاده نموده است. مهندس اختراعکار پیشنهاد می‌کند که کارخانه‌های 3 ساله با این اختراع نوبتی وی توجه نمایند. همین چیزا هم درست گفتید. از کامپیوترهای ویرانه کارکرام که کامپیوتر بلاک پیتانیشای سیستم بلاک پیتانیشای همون 12 ولت می‌تیاد. کمپرسورهای شلانگ‌های شلانگ‌های آپارتوی از آن استرال ماشین جامشویی. این ماسکی فوتوگی ما از توی فوتبال ساختگی منه. ببینید. ما کارخانه‌های صنعتی داریم در ولایت. من آمده بینم ترکیبش رو گیرند سازند. من طرفدار آن که این چیزی که امروز اختراع کردیم و تجهیزات کردیم این برای مردم خدمت کردنش کار. من میخواهم که همه ما باید که با همین غلبه ضد کرونا ویروس باید که سهم خود را باید گذاریم. هرچند تجهیزات هزار اسپن دودکنی سرطلبات نباشد هم اختراعکار کوشش میکند هم قدم زمانه باشد. اسباب‌های را میسازد که امروز مردم با آن نیاز دارند. همچنین 3 نمود دستگاه اسپن دودکنی را اختراع کرد که یکی دسته و دیگری با قوه برق. سومی از روی حجم کلان بوده برای دود کردن هزار اسپن در جایهای جمعیتی موافق میباشد. با این عمل خود نومان حسنوف میخواهد سهم خود را در پیشگیری بیماری‌های سرایتی گذارد. مدلی که دودکنی هزار اسفند را من اختراع کردیم این عبارت است من قوطی دسته سرپوش آتشدان عبارت است من بردگی تلفن موبیلی зарядник و کولر. وقتی که ما برها پیوست میکنیم این بردگی از 220 ولت به 5 ولت تبدیل میشه. کولر باشد با 12 ولت کار میکنه.
بنابر کم رفتن قوه برق این آهسته دور میگردد. таъмир ва сохтани аробачаҳои маъюбӣ низ шуғли асосии Нумон Ҳасанов мебошад. Ба ин нигоҳ накарда ихтироъкор идеяҳои навбатии худро амалӣ намуда ба ин кораш мехоҳад таваҷҷӯҳи истеҳсолкунандагонро ба он ҷалб намояд. вай гуфт таҷҳизоти нафастии сунъӣ ки ихтироъ кард барои тезтар шифо ёфтани беморон мусоидат карданаш мумкин аст. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.